اکای عبدالجلیل، یک سوال. خب آیا شما گفته میتوانید که چگونه انسان میتواند برای رسیدن به هدف خود کوشش کند تا ترس مانع این راه نگردد؟ برای رسیدن به هدف محترم رضای بهرامزاد، قدم اول این است که ما خودی مفهوم ترس را فهمیم. ما در بسیاری حالت در مقابل ترس میستیم، یعنی در روبروی ترس میستیم. اگر ما ترس را همچون یک چیزی طبیعی اگر قبول کنیم و ما باور کنیم که مثلا ترس گذرنده است، ما در روبروی ترس نیوود در پهلو استیم و ترس را اگر که گویم سر دهیم، اگر انسان هیچ وقت از نقشه و از ایده و از اون راهی که انتخاب کرده است باز نمیگردند. شما واقعا درست میگویید که یکی از سبب‌های اساسی بازدارنده انسان‌ها در راه به سوی موفقیت این همین ترس است که ما ترس را یک چیزی بی‌نهایت بزرگ میشناسیم. به همین خاطر ما قدم نگذاشته، یعنی این ترس ها مثلا یک رفیقش یک ترس میبیارد، از سامانه اجتماعی میبیند، یعنی ترس را چیزی که گفتم همچون یک منبع گوییم، یک چیزی که به مراتب از موفقیت بلندتر وقتی که میبینی موفقیت را کوچک میکند. از پاسخ شما معلوم میگردد که تلاش کردن یکی از عامل‌های اساسی محسوب میشد برای رسیدن به هدف‌ها. آیا همین طور است؟ البته شما ببینید حضرت مولانا میگویند که کوشش بیهوده به از خفتگی. یعنی تو اگر کوشش تلاش اگر انجام دهی هیچ ثمری هم ندهد، بهتر از آن چیزی هست که تو هیچ اقدامی نکنی. یعنی در همه صورت تلاش بهترین چیز است و عمل کردن به مانند چی است؟ شما ببینید یک کودک به خاطر آنکه راهگرد شود، به خاطر آنکه دود، چند بار میافتد و میخیزد، اما هیچگاه از رأیش نمیگردد. ما باید این حرکتی، این عملی کودکان را در تجربه خود عملی کنیم. یعنی به خاطر رسیدن به هدفهایمان از غلطیدن ها باید نهراسیم. یعنی پاداش هر گذاشتن یک قدم کوچک یعنی رسیدن به یک هدف بزرگ برای ما تامین میکنه. البته عمل بهترین کار برای رسیدن به هدف است و همین عمل است که ترس را از ذهن انسان دور و تازه میکند. اکنون سوال دیگر، به همین آدمانی که از اقدام کردن میترسند یا اینکه ترس پیشی گذاشتن یک قدم معین میشود، چی مصلحت میدهید؟ بله، من بسیار میخواهم که ما ترس را همچون یک قوت قبول کنیم. یعنی خیلی که مثلا یک ماشین سبکرو با محرک روشن میشود، یعنی ترس را هم ما برای خودمون همچون یک محرک قبول کنیم. یعنی قوتی که ما را به سمت پیش رفتن حرکت میدهد، نه برای قفا رفتن. اگر ما ترس را این گونه اگر استفاده بتوانیم، من فکر میکنم که در کوتاه‌ترین فرصت ما شهد پیروزی را خواهیم چشید. من به این فکرم که مثلا بزرگم گفته که راه‌های دراز از قدم‌های کوچک آغاز می‌شود. اگر تمام انسانیت از جمله مردم شریف ما هم برای رسیدن به همین هدف یعنی قدم‌های کوچک اولین خود را گذارند، آن روز دور نیست که اونا حتما به این موفقیت را جشن خواهند گرفت و یا همون شهد موفقیت را خواهند چشید. شما ببینید بسیاری ها اصلا همین خودی مفهوم ترس یک مفهوم بزرگ است. یعنی به خاطر آنکه همین ترس از خودشون دور کنن، یک مدل یا یک فرمولی بسیار ساده است. اول پیش از سر کردن مثلا من آرزو یا که هدف یا که برای کار را آغاز کردن، نه کم از 6-7 نفری را تو باید از با آنها صحبت کنی که مثبت اندیش و مثبت نگر باشن. ترس را از اندیشی ما در زمین ما آنهای دور میکنن که به زندگی به حیات یک نگاه مثبت دارند، یعنی نیک نظرند. آنهایی که مثلا از ترس و از شکست میترسند، اونها هیچ وقت اقدام نمیگیرن. اقدام رو نفرهای میگیرن که به شکست را همچون یک راهی موفقیت میدونن.
عزیزان، اگر شما نیز به این موضوع آشنا هستید و یا به این سوال ها روبرو شده اید و پاسخهای جالب و زیبایی دارید، لطفاً در کامنتاری نویسید. با مرکز خرد بمانید تا بهترین ها را بشنوید. ما برای شما بهترین ها را پیشنهاد میکنیم.